و یسألونک، و سؤال میکنن تو را ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، عن المحیط، از حکم خون عادت ماهوار خانم ها. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، هو اذن، امی خون پلید است. چی پلید است؟ امی خون پلید است. یهودیا خانم ها که در عادت ماهوار می بودن، اونا می گفتن که امی زن پلید شد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم این عقیده تحریف شده یهود گفت که غلط است. المؤمن لا ینجس، مؤمن نجس نمیشه. چی مانا؟ یک وقت ابو هریره رضی الله تعالی عنه امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم شیشته بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت میکرد، ابو هریره از مجلس برخاست و رفت جایی. پس آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسانش کرد که کجا بودی ابو هریره، کجا رفتی؟ گفت یا رسول الله نجس بودم، یعنی جنابت داشتم، رفتم غسل کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که نه، مسلمان نجس نمیشه، بی وضو میشه، بی غسل میشه. اما اگر امو بی وضو و بی غسل باشه و یا هم خانم ها در عادت ماهوار هم می باشه، نانش پاک است، نان خوردنش پاک است، دستش پاک است، پس خورده آبش که کتش وضو کنی پاک است. فهمیدین؟ چقدر الله متعال برای خانم ها عزت داده در قرآن عظیمشان که ما و شما مردا را میفهمانه که و یسألونک عن المحیض، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم از تو سوال میکنن درباره خون حیض. قل بگو هو، امی خون حیض اذن، یک مرداری هست. فاعتزلوا النساء فی المحیض، در وقتی که خانم ها در عادت ماهوار باشند شما از اونا اعتزال یا دوری پیش شدن جنسی بکنین. نه دوری که نان نخوری، استراحت نکنی، غذایش نخوری. کتش یهودی ها چی میکردن؟ خانمش که در حالت ماهوار می بود برش یک خیمه دیگه جور میکردن، میفتن برو دمو خیمه باش تا که تو خود نجس شدی، من که تو نمیشینم که تو قصه نمیکنم. اما در اسلامی قسم نیست. متوجه هستین؟ خواه ولا تقربوهن، و امرای زنا مقاربت و نزدیکی جنسی نکنین، حتی یطهرن، تا وقتی که اینا پاک شوند. فاذا تطهرن، پس وقتی که خوب پاک شدن، فأتوهن من حیث امرکم الله، باز شما به امرای زنا نزدیکی جنسی بکنین، اما به مو شکلی که الله متعال بر شما اجازه داده هست. ان الله یحب التوابین، سکن الله کی دوست داره؟ انسان‌های بسیار توبه کننده. و یحب المتطهرین، و دیگه کی الله دوست داره؟ انسان‌های پاک. عطا یک تابعی است این میگه که یحب التوابین، یعنی التوابین من الذنوب، که از گناه های خود چی میکنه؟ پس اگر کس گناه کرد و از گناه خود توبه میکنه او را الله دوست داره. بعضی اوقات یک کس گناه میکنه، شیطان برش میگه که تو را هیچ الله نمیبخشه، اگر توبه هم کنی نمیبخشید. این شاگرد شیطان میشه. اما اگر شاگرد قرآن باشه الله میگه که من توبه کننده را دوست دارم. مجاهد رحمت الله علیه چی میگه؟ مجاهد تابعی که در تفسیر طبری اقوال ازی زیاد نقل میشه. امام مجاهد هدف ما هست. بله. او چی میگه؟ میگه من اتا امرأته فی دبرها فلیس من المتطهرین،
کسی که همراه همسر خود از شرمگاه خلفی یا عقیبی استفاده کرد، ای از جمله متطهرین نیست، یا الله دوست نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسایی که این جریمه را ارتکاب میشن، یعنی همراه همسر خود از راه غیر مشروع یعنی از عقب نزدیک میشن، 3 اصطلاح استعمال کرده. چند اصطلاح را؟ 3 اصطلاح. در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من اتی حائضا، اگر کسی با یک خانمی که در حالت حیض عادت ماهوار است، یا با یک خانمی که از راه شرمگاه خلفی از او استفاده میکنه دبرش، و یا پیش کاهن میره و تصدیق را میکنه به او چیزی که گفت، میگه کفر بما انزل علی محمد، این کافر شده با آنچه که بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. این را کفر دون کفر میگن. این اصطلاح را چی میگن؟ اگر در جایی که گناه کبیره هست رسول الله صلی الله علیه و سلم کفر استعمال کرده، این را میگن که کفر نیست، یکی کفر است که مخرج از ملت است، یک نفر کافر میشه از دین ببره، لکن کسی که کار میکنه این کافر نمیشه، لکن گناهش چی است؟ بسیار بزرگ و کبیره هست. حکمت چیست که کلمه کفر برش استعمال کرده؟ به خاطر ازی که یکی گناه کبیره هست و یکی کفر است، ای از کفر کده پایین تر است، لکن از گناه کبیره هم کده چی هست؟ بزرگ است. این 3 عمل، کسی که همراه عادت ماهوار با خانمش نزدیک میشه، کسی که از عقب نزدیک میشه، و کسی هم که پیش کاهن و فالبین میره و فال میبینه او را تصدیق میکنه. متوجه شدیم؟ این حدیث هم که من بر شما خواندم، این حدیث شریف در شماره 522 سنن ابن ماجه هست و شیخ ناصر الدین گفته که این حدیث صحیح است. اصطلاح دومی که استعمال کرده چی است؟ که الله به نظر رحمت به طرفش نمیبینه کسی که کار میکنه. عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و سلم قال لا ينظر الله عز وجل. عز وجل که میگیم باید این قسم بگوییم، عز فعل ماضی است و جل، عز از عززه گرفته شده و جل از جلاله مشدد شده. میگه لا ينظر الله عز وجل الى رجل، نظر نمیکنه الله متعال به کدام شخص نظر رحمت نمیکنه، چقدر سخت است. جامع امرأته فی دبرها، که امرای همسرش از شرمگاه دبر نزدیک شده باشه. آداب زفاف و صحیح ابی داود و مشکات و حدیث صحیح است. و در حدیث دیگه میگه که لا ينظر الله، ابن عباس رضی الله عنهما میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا ينظر الله عز وجل، الله متعال نظر نمیکنه الی رجل، به یک مرد، اتا رجلا او امرأة فی دبرها، که با یک مرد و یا با یک خانم از عقب نزدیکی میکنه. پس هم جنسگرایی و بدجنسگرایی هر دویش چی هست؟ از نظر رحمت الله این شخص چی میشه؟ محروم میشه. سومی اصطلاحی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم استعمال کرده اصطلاح ملعون است. گفته سر کسی که این کار میکنه لعنت الله است، یعنی از رحمت الله طرد میشه. در صحیح ترغیب و ترهیب روایت شده که عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ملعون، لعنت کرده شدگی هست، من کسی که اتا امرأة فی دبرها، با هر خانمی که چی از خودش باشه از کسی دیگه
با یک خانم از شرمگاه دوبرش نزدیکی میکنم. همچنان مجاهد میگه یحب التوابین، الله توبه کننده ها را دوست داره. حالا اگر کس اشتباه کرده توبه بکنه، الله توبه کننده ها را دوست داره. و یحب المتطهرین، میگه متطهرین یعنی کسایی که خدا پاک میکنن از چی؟ از گناه ها. لا یعودون فیها، به یک گناه دوباره بازگشت نمیکنن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك واتوب اليك.